برادر و خواهر من، مسافت خیلی طول و درازه و هدف خیلی سنگینه و گردنه ها خیلی مهمه و غفلت ها خیلی زیاده و رهزن ها و رهبرها در کنار و گوشه بسیارن، در لباس های گوناگون. باید خیلی حواس جمع باشه، خیلی باید مواظبت و مراقبت تام و کامل باشه. خیلی ما و شما به اخلاق اسلامی احتیاج داریم. کار خیلی مشکل است، نه از اون سو مشکل باشه. او ارحم الراحمینه، او وسعت رحمت و کل شیء. کار از جانب ما مشکله. ما همت پیدا کنیم، ما به راه بیفتیم، ما دائما طاهر باشیم، ما ظاهر و باطن ما طاهر باشه، ما کسب و کارمون طاهر باشه، ما مستعد بشویم که بگیریم، ما خودمون را عادت بدهیم که ادب بیاموزیم، نه به دنبال معلم و مؤدب بوده باشیم. ما به راستی به حقیقت اون طریق را بیابیم که به نظام آفرین و جهانبان و خداوند عالم، صاحب عالمیان و همه، به علم مطلق، به قدرت مطلق، به جمال مطلق، به جلال مطلق، به کمال مطلق، به حسن مطلق، به بهای مطلق، از گرمجان، از صمیم قلب، با نهایت رضا و اتحاد و خرسندی و سرور، همچو بربط زنان، رقص کنان، عاشقانه بگوییم ای حقیقت عالم، به درستی آمدم و اگر به چنین حالی و مقامی نرسیم، اگر چنین حالی را نیابیم، اگر سرانجام بدین جان نرسیم، ببخشید از این عرایزم اگر ناپسند است و خوشتون نمیاد، ببخشید، من همین الفاظ آخوندی را ادا میکنم، خوشت بیاد یا نیاد. اگر نرسیم بدا به حال ما، بقیه همه رهزمه، بقیه اونها که افعال خوبم هست مقدمه است برای این، اگر نه که رهزمه. این قیام شما، این انقلاب شما، این نهضت شما، این جهاد شما، این شهادت شما، اینها همه مقدمه است برای رسیدن به این حقیقت. آنقدر برادران و خواهرانم، آنقدر وقت کم است و آنقدر کار دشوار است و آنقدر کتلها بلند است و خطرناک و مرتفع، آنقدر موضوع خطیر و مهم که به ما اجازه نمیدهد به دنبال برگردی ها و به دنبال دهن ها و به دنبال این و آن و به دنبال هر نشریه و هر مقاله و هر چیز. اینها مال بلحوث هاست، اینها مال مردم بیخبر غافله. آدم بیدار و آگاه وقت نداره آقا، که وقت کو